موقع خرید ماشین سرت کلاه نره. تو چند دقیقه بهت میگم چطوری استلام فروشنده و ماشین و پلاک رو بگیری که طرف واقعا فروشنده ماشین هستش یا نه. پلاک ماشین سرقتی نباشه، مشکل قضایی نداشته باشه، محدودیت نداشته باشه، یا حتی بفهمی ماشینی که میخری چند دست چرخیده، یا حتی از بیمه خسارت دریافت کرده یا نه، تا الان تصادفی داشته یا نه. خوب به من دقت کن. وارد گوگل میشی، قبضینو.com رو سرچ میکنی. وقتی باز شد میای پایین قسمت خودرو و موتور، نوشته استلام سوابق خودرو، کلیک میکنیم. هم میتونی از بارکد کارت خودرو وارد شی، هم میتونی از برگ سبز. من شماره برگ سبز رو میزنم، یه شماره 14 رقمی بالای برگ سبز هستش. اونو که وارد کنی، کد ملی مالک رو هم که وارد بکنی تایید و میزنی. چنین صفحه‌ای واسط باز میشه. مثلا همین جزئیات رو نوشته، نگاه کن. مثلا وضعیت اصالت خودرو رو سبز زده، باز میکنی نوشته که در حال حاضر قابل نقل و انتقال هست، یعنی محدودیتی نداره. تا الان هم 5 تا نقل و انتقال داشته. پایینتر میای اطلاعات ریز خودرو رو نوشته که میتونی با تطبیق بدی با برگ سبز ببینی درسته یا نه. پایینتر نوشته استعلام های خودرو، چقدر خلافی داره، وضعیت خلافی به چه صورته، وضعیت مالیات به چه صورت هستش. پایینتر نوشته تا الان از بیمه استفاده کرده یا نه، یعنی تصادف داشتم که از بیمه استفاده بکنم، چک میکنی. اینطوری میتونی از معامله‌ای که میکنی مطمئن بشی و با خیال راحت ماشین تو بخری. قطعا سیوش کن، یه روزی به کارت میاد. برای عزیزانت هم بفرست تا تو دردسر نیفتن. موفق باشید.